فصل 15 قانون مهم تغییر رفتار. در اواخر دهه 1990 استفان لوبی کارمند بهداشت عمومی شهر اوماها زادگاهش در ایالت نبراسکا را ترک کرد و بلیط یک طرفه شهر کراچی در پاکستان را خرید. کراچی یکی از پرجمعیت ترین شهرهای جهان بود. در سال 1998 بیشتر از 9 میلیون نفر در این شهر زندگی می‌کردند. در آن زمان این شهر مرکز اقتصادی پاکستان و قطب حمل و نقل بود که فعالترین فرودگاه‌ها و بندرهای منطقه را در خود جای داده بود. در بخش‌های بازرگانی شهر توانستید همه تسهیلات استاندارد شهری را پیدا کنید و خیابان‌های مرکز شهر بسیار شلوغ بودند. در عین حال کراچی یکی از سخت‌ترین شهرهای جهان برای زندگی کردن بود. بیش از 60% ساکنین کراچی ساکنان زمین‌های غیرقانونی و زاغه‌نشین بودند. این مناطق پرجمعیت مملو از خانه‌های موقتی بود که از تخته، آجر سیمانی سبک و سایر مصالح دورانداختنی ساخته شده بودند. هیچ سیستم انتقال ضایعات، شبکه برق و تأمین آب تمیزی وجود نداشت. زمانی که هوا گرم میشد، خیابان‌ها ترکیبی از گرد و غبار و آشغال میشد. زمانی که هوا بارانی بود، خیابان‌ها پر از گل و لای بود. دسته پشه‌ها در آب‌های راکت به سرعت رشد می‌کردند و کودکان در میان زباله‌ها بازی می‌کردند. شرایط غیر بهداشتی باعث شیوع بیماری و مشکلات زیادی می‌شد. منابع آب آلوده منجر به اسهال، استفراغ و دلدرد مصری می‌شدند. تقریباً 1/3 کودکانی که آنجا زندگی می‌کردند دچار سوء تغذیه بودند. از آنجایی که جمعیت زیادی به صورت فشرده در چنین محیط کوچکی زندگی می‌کردند، عفونت ویروسی و باکتریایی به سرعت همه‌گیر می‌شد. این مسئله بحران بهداشت همگانی چیزی بود که استفان لویی را به پاکستان کشانده بود. لوبی و تیمش دریافتند که در محیطی با بهداشت نامناسب، عادت ساده دست شستن تفاوت بزرگی در وضعیت سلامتی ساکنین ایجاد می‌کند. اما خیلی زود متوجه شدند که اکثر مردم از قبل از اهمیت شستن دستایشان آگاه بودند، ولی با این حال و علیرغم این آگاهی اکثر ساکنین دستشان را به شیوهی غلط و بی حساب و کتاب می‌شستند. برخی افراد صرفاً دستشان را به سرعت در آب فرو می‌کردند. برخی از آنها تنها یکی از دستهایشان را می‌شستند. بسیاری از آنان به سادگی فراموش می‌کردند که قبل از آماده کردن غذا دستشان را بشویند. همه می‌گفتند که شستن دستها مهم است، ولی تنها برخی از آنها این گفته را به عادتی عملی برای خود درآورده بودند. مشکل آگاهی نبود، مشکل سازگاری و تداوم آن بود. در همین زمان بود که لوبی و تیمش با شرکت پراکتور اند گمبل همکاری کردند تا صابون سیفگارد را به این مناطق بیاورند. در مقایسه با صابون استاندارد شما استفاده از این صابون تجربه لذت بخش تری بود. لوبی به من گفت صابون سیفگارد در پاکستان صابون مرغوبی بود. عموما افراد شرکت کننده در پژوهش گفتند که بسیاری از آن صابون خوششان آمده است. این صابون به راحتی کف می‌کرد و مردم قادر بودند دستشان را با کف آن بپوشانند. به فاصله کمی بعد از آن دست شستن تا حدودی لذت بخشتر شد. لوبی گفت من هدف ارتقای دست شستن را نه تنها به عنوان یک تغییر رفتار بلکه به عنوان پذیرش عادت می‌بینم. برای مردم سازگاری با محصولی که ایجاد کننده سیگنال حسی مثبت است قوی است. به عنوان مثال سازگاری با مزه نعنایی خمیردندان بسیار راحت تر است تا سازگاری با عادتی مانند نخ دندان کشیدن که حس لذت بخشی ندارد. تیم بازاریابی پراکتور و گمبل در مورد تلاش برای ایجاد تجربه مثبت دست شستن گفتگو می‌کردند. در عرض چند ماه محققین متوجه تغییر سریعی در سلامتی کودکان این منطقه شدند. متوسط اسهال تا 52%، ذات‌الریه تا 48% و زرد زخم که نوعی عفونت باکتریایی پوستی است تا 35% کاهش یافت. تأثیرات بلند مدت بهتر نیز بودند. لوبی در این باره میگوید ما پس از 6 سال به چندین خانواده در کراچی سر زدیم که به آنها صابون رایگان داده شده بود و برای شستن دستشان تشویق شده بودند. زمانی که تیم ما به ملاقاتشان رفت بیشتر از 5 سال بود که صابونی از طرف ما دریافت نکرده بودند، اما در طول آزمایش چنان به شستن دستشان عادت کرده بودند که این عمل را همچنان ادامه میدادند. این مثال قوی برای 4مین و آخرین قانون رفتار است. عادتتان را رضایت بخش کنید. زمانی که تجربه رضایت بخش است، بیشتر مایلیم تا آن رفتار را تکرار کنیم. این تمایل کاملا منطقی است. احساس لذت سیگنال هایی هستند که به ذهن میگویند این کار حس خوبی دارد. دفعه بعد دوباره این کار را انجام بده. احساس لذت به ذهن شما آموزش میدهد که یک رفتار ارزش به خاطر آوردن و تکرار کردن را دارد.
در پژوهشاتم به داستان زنی برخوردم که فامیل خودشیفته‌ای داشت که او را دیوانه کرده بود. او که در تلاش برای کمتر وقت گذراندن با این شخص خودخواه بود، زمانی که با او روبرو میشد تا حد امکان کسل کننده و بیحال رفتار میکرد. داستان‌های از این قبیل شواهدی از قانون مهم تغییر رفتار هستند. اگر کاری پاداش داشته باشد، آن کار تکرار می شود. اگر کاری تنبیه داشته باشد، از انجام آن کار خودداری می شود. شما در آینده یاد خواهید گرفت که کارهایتان را بر اساس چیزهایی که در گذشته به ازای آن پاداش دریافت کرده اید یا حتی تنبیه شده اید انجام دهید. احساسات مثبت عادتها را بهبود می بخشند و احساسات منفی عادات را از بین میبرند. 3 قانون اول تغییر رفتار: آن را آشکار کنید، آن را جذاب کنید، آن را ساده کنید. این احتمال را بیشتر می‌کند که این دفعه رفتار اجرایی خواهد شد. قانون 4 تغییر رفتار: آن را رضایت بخش کنید. این احتمال را بیشتر می‌کند که رفتار دفعه بعدی نیز تکرار می‌شود. این حلقه عادت را کامل می‌کند. اما ترفندی وجود دارد. ما تنها به دنبال هر نوع رضایت و خرسندی نیستیم. آنچه ما به دنبالش هستیم رضایت لحظه‌ای و فوری است. عدم انطباق بین پاداش‌های لحظه‌ای و به تأخیر افتاده. تصور کنید که شما یک زرافه، فیل یا شیر هستید و در دشت‌های آفریقا می‌گردید. هر روز بیشتر تصمیم‌های شما تأثیری لحظه‌ای دارند. شما هر لحظه در مورد این فکر می‌کنید که چه چیزی بخورید یا چگونه از شکارچی‌ها دوری کنید. شما در این حالت دائما به حال و یا آینده بسیار نزدیک می‌اندیشید. شما در محیطی زندگی می‌کنید که دانشمندان آن را محیط بازگشت لحظه‌ای می‌نامند، چون اعمال شما پیامدهای لحظه‌ای و واضحی دریافت می‌کنند. اکنون به خصلت انسانی خود بازگردید. در جامعه مدرن بسیاری از انتخاب‌های امروز شما در آن واحد و بلافاصله برای شما سود و منفعتی به دنبال نخواهند داشت. اگر در محل کارتان کار خوبی انجام دهید، در عرض چند هفته بعدی دستمزد دریافت خواهید کرد. اگر امروز ورزش کنید، شاید سال آینده اضافه وزن نداشته باشید. اگر امروز پول پس انداز کنید، احتمالاً برای سالهای بازنشستگی پول کافی خواهید داشت. شما در محیطی زندگی می کنید که دانشمندان آن را محیط بازگشت تأخیری می نامند، چون شاید شما باید سالها کار کنید تا سالها بعد نتیجه را ببینید. ذهن انسان در محیط بازگشت تأخیری تکامل نیافته است. اولین آثار باقی مانده از انسان‌های مدرن مانند هوموساپینس مربوط به حدود 200,000 سال پیش است. انسان‌های نخستین مغز نسبتاً مشابهی با ما داشتند. در عمل نئوکورتکس، جدیدترین لایه مغز و قسمت مسئول در قبال وظایف و کاربردهای سطح بالاتر مانند زبان تقریباً اندازه مشابهی با انسان‌های 200,000 سال پیش داشت. شما نیز مانند پیشینیان عهد حجر خودتان سخت افزارهای مشابهی دارید. در طول بیش از 500 سال پیش یا بیشتر به تازگی جامعه به محیطی با محیط بازگشت تأخیری مبدل گشته است. در یک قرن گذشته ما شاهد پیدایش ماشین، هواپیما، تلویزیون، کامپیوتر شخصی، اینترنت، گوشی هوشمند و خواننده‌های مشهوری بودیم. جهان در سالهای اخیر تغییرات زیادی کرده است، اما طبیعت انسانی بسیار کم دستخوش تغییر شده. پیشینیان ما مانند سایر حیوانات علفزارهای گرمسیری آفریقا روزگار خود را با پاسخ دادن به تهدید و خطرها، اطمینان خاطر از وعده غذایی بعدی و حفظ پناهگاه از یک طوفان می‌گذراندند. این عوامل باعث می‌شدند تا ارزش بالایی برای لذت‌های لحظه‌ای داشته باشند. در آن دوران آینده دور کمتر مایه نگرانی بود و پس از هزاران نسل در یک محیط بازگشت فوری مغز ما در این مسیر تکامل یافت که نتایج سریع را به نتایج دراز مدت ترجیح دهد. اقتصاددان‌های رفتارگرا به این گرایش و رغبت تحت عنوان تناقض زمانی اشاره می کنند. یعنی روشی که مغز ما در طول زمان پاداش‌ها را ارزیابی می کند. متناقض و ناسازگار است. شما به زمان حال بیشتر از آینده بها می دهید. معمولاً این تمایل و گرایش به نفع ماست.
به طور عادی پاداشی که در حال حاضر بیچون و چرا و قطعی است با ارزش‌تر از حالتی است که صرفاً در آینده امکان پذیر است. اما گاهی اوقات گرایش ما در رابطه با رضایتمندی و خوشنودی لحظه‌ای مشکلاتی ایجاد می‌کند. چرا باید شخصی با وجود اینکه می‌داند سیگار خطر ابتلا به سرطان ریه را افزایش می‌دهد باز هم به سیگار کشیدن ادامه دهد؟ چرا باید شخصی با وجود اینکه می‌داند پرخوری خطر مرض چاقی را افزایش می‌دهد باز هم پرخوری کند؟ چرا به کسی که با وجود اینکه می‌داند رابطه جنسی ناسالم و ناامن منجر به انتقال بیماری‌های مقاربتی می‌شود باز هم به این عمل ادامه می‌دهد؟ زمانی که نحوه اولویت بندی مغز برای پاداش‌ها را بفهمید، پاسخ این سوال‌ها روشن می‌شود. پیامدهای عادت بد به تأخیر می‌افتند، در حالی که پاداش‌های آن فوری و لحظه‌ای هستند. ممکن است سیگار کشیدن در عرض 10 سال منجر به مرگ شما شود، اما در مقابل در لحظه استرس را کاهش می‌دهد و آتش شما به نیکوتین فروکش می‌کند. پرخوری در طولانی مدت مضر است، اما در لحظه اشتهاآور است. رابطه جنسی ایمن یا غیر قابل ایمن در لحظه لذت بخش است، اما بیماری و عفونت برای چند روز یا هفته و یا حتی سالها خود را نشان نمی‌دهد. هر عادتی در طول زمان پیامدهای چندگانه ایجاد می‌کند. متاسفانه اغلب مواقع این پیامدها اغلب ناسازگار هستند. عموماً پیامدهای لحظه‌ای عادتهای بد احساس خوبی دارند، اما پیامد و نتیجه نهایی احساس بدی را به وجود می‌آورند. اما این شرایط در مورد عادت خوب برعکس است. پیامد لحظه‌ای لذت بخش نبوده، اما در مقابل نتیجه نهایی با احساس خوبی همراه است. فردریک باستیات، اقتصاددان فرانسوی، این مشکل را صریحاً تشریح کرده و در این باره می‌گوید تقریباً همیشه زمانی که پیامدهای لحظه‌ای لذت بخش است، پیامدهای متعاقب فاجعه آمیز و هولناک هستند و برعکس. اغلب مواقع هرچه اولین میوه عادت طعم شیرین‌تری داشته باشد، میوه‌های بعدی طعمشان به تلخی می‌رود. از منظر دیگری که نگاه کنیم، هزینه‌های عادت خوب در حال حاضر و هزینه‌های عادت بد در آینده هستند. تمایل ذهن برای اولویت بندی زمان حال به این معنی است که قادر نیستید به نیات و خواسته های خوب اعتماد کنید. زمانی که برنامه ریزی می کنید تا وزن کم کنید، کتاب بنویسید یا زبانی را یاد بگیرید، برنامه هایتان را برای آینده چیده اید و زمانی که چگونگی زندگیتان را پیش بینی می کنید، درک ارزش انجام عملهایی با فواید طولانی مدت آسان است. همه ما خواستار زندگی بهتری برای آیندهمان هستیم، اما با این وجود زمانی که لحظه تصمیم گیری می رسد، معمولاً رضایت لحظه‌ای برنده میدان می شود. ارجحیت ما برای رضایت لحظه‌ای حقیقت مهمی را در مورد موفقیت آشکار می کند. از آنجایی که تحت فشار هستیم، اکثر مردم کل روز را به دنبال احساس رضایت سریع هستند. جاده‌ای که از آن کمتر تردد شده باشد، جاده رضایت تأخیری به حساب می آید. چنانچه مایلید منتظر پاداش باشید، با رقابت کمتری مواجه می شوید و اغلب مواقع نتیجه بهتری می گیرید. همانطور که از قدیم گفته‌اند، همیشه آخرین مایل مسیر کم ترددترین است. این دقیقاً همان چیزی است که این پژوهش نشان داده. افرادی که در رضایت تأخیری عملکرد بهتری دارند، امتیاز آزمون SET آنها بیشتر است. سوء مصرف کمتری دارند، احتمال چاقی آنها کمتر است، واکنش‌های بهتری نسبت به استرس دارند و مهارت‌های اجتماعی بهتری دارند. آنها خواستار سود و منفعت عادات خوب هستند: سالم بودن، مؤثر بودن، موفق بودن، آرامش داشتن. اما در لحظات تعیین کننده این پیام‌ها و نتایج به ندرت در اولویت ذهن قرار می‌گیرند. خوشبختانه این امکان وجود دارد که خودمان را برای دستیابی به رضایت تأخیری آموزش دهیم، اما برای تحقق این امر میبایست همسو با ذات و سرشت انسانی باشید، نه اینکه در مقابل آن عمل کنید. چگونه از رضایت لحظه‌ای به نفع شخص خودتان استفاده کنید؟ مهمترین چیز برای نهادینه کردن عادت احساس موفقیت است، حتی اگر به میزان کمی باشد. احساس موفقیت سیگنالی است که عادت شما ثمر بخش بوده است و اینکه کارتان ارزش این تلاش را داشته است. در دنیایی کامل، پاداش یک عادت خوب خود عادت است. در دنیای واقعی، عادت خوب تنها زمانی ارزشمند است که برایتان چیزهایی را مهیا کند. در وهله اول همه چیز فداکاری و از خود گذشتگی است. چند باری به باشگاه رفته اید، اما قوی‌تر یا سالم‌تر یا سریع‌تر نشده اید.
چند ماه بعد که چند کیلو وزن کم می‌کنید یا بازوهایتان شکلی به خود می‌گیرند، ورزش کردن صرفاً به خاطر خود ماهیت ورزش راحت می‌شود. در آغاز به دلیلی احتیاج دارید که در این مسیر بمانید. به همین دلیل است که پاداش‌های لحظه‌ای بنیادین و ضروری هستند. این پاداش‌ها شما را هیجان زده نگه می‌دارند، در حالی که پاداش‌های تأخیری در پس زمینه عادت روی هم جمع می‌شوند. وقتی که در حال بحث در مورد پاداش لحظه‌ای هستیم، آنچه که واقعاً در موردش حرف می‌زنیم پایان یک رفتار است. پایان هر تجربه‌ای حیاتی است، زیرا تمایلمان برای به خاطر سپردن آن بیشتر از سایر موارد است. رضایت بخش بودن پایان عادتتان آن چیزی است که شما می‌خواهید. بهترین رویکرد استفاده از یک تقویت و امداد است که به فرایند استفاده از پاداش لحظه‌ای به منظور افزایش میزان یک رفتار اشاره دارد. دسته‌بندی عادت‌ها که در فصل 5 به آن پرداختیم، عادتتان را به یک نشانه لحظه‌ای پیوند می‌زند که باعث می‌شود پایان عملتان رضایت بخش باشد. به طور ویژه امداد و تقویت لحظه‌ای زمانی می‌تواند کمک رسان باشد که با عادات اجتنابی در ارتباط باشد. یعنی همان رفتارهایی که می‌خواهید آنها را متوقف کنید و انجام ندید. نهادینه شدن عاداتی مانند دیگر خرید سبکسرانه نمی‌کنم یا این ماه نوشیدنی الکلی نمی‌خورم چالش برانگیز هستند. زیرا زمانی که از ساعات خوش نوشیدن الکل یا نخریدن کفش صرف نظر می‌کنید، اتفاق خاصی نمی‌افتد. زمانی که در اولین مرحله هیچ عملی وجود نداشته باشد، تلقین احساس رضایت به خود امری دشوار است. کل کاری که باید انجام دهید این است که در برابر وسوسه و اغوا مقاومت کنید و بدانید که رضایت زیادی در پس آن وجود ندارد. تبدیل شرایط به حالت عکس یکی از راه حل هاست. شما می‌خواهید که اجتناب و خودداری از عادت مشهود و چشمگیر باشد. حساب پسندازی برای خودتان افتتاح کنید و آن را برای چیزی که می‌خواهید، برای مثال یک کت چرمی اختصاص دهید. هر آنچه که در یک خرید خرج می‌کنید، همان مقدار پول را به حسابتان واریز کنید. از قهوه لاته صبح صرف نظر کنید، $5 دیگر به حسابتان انتقال دهید. یک ماه دیگر از خدمات شبکه نتفلیکس بگذرید و $10 بیشتر پس‌انداز کنید. این کار مثل ایجاد یک برنامه وفاداری به خودتان است. پاداش لحظه‌ای پس‌انداز پول برای خرید کت چرمی احساس خوبی دارد. یکی از خوانندگان کتابم به همراه همسرش از برنامه مشابهی استفاده کردند. آنها می‌خواستند زیاد بیرون غذا خوردن را ترک کنند و آشپزی با یکدیگر را شروع کنند. آنها به حساب پس‌انداز خود برچسب سفر به اروپا را زدند. از هر دفعه‌ای که از خوردن غذا در بیرون صرف نظر می‌کردند، $50 به حسابشان واریز می‌کردند. آنها در پایان سال پول پس‌اندازشان را برای تعطیلات خرج کردند. به طور مشابه، اگر پاداشتان برای ورزش خوردن بستنی باشد، به تضاد هویت‌ها رأی می‌دهید و در نهایت به چیزی نمی‌رسید. در عوض اگر به طور مثال پاداشتان ماساژ باشد، این هم لذت است و هم رأی مناسبی برای مراقبت از بدنتان. پس حالا پاداش کوتاه مدت با نوع بلند مدت که همان سلامتی و تندرستی است، به طور هماهنگ عمل می‌کنند. در نهایت وقتی پاداش‌های غریزی مانند وضعیت و خلق و خوی بهتر، انرژی بیشتر و استرس کمتر به شما می آیند، کمتر نگران پاداش‌های فرعی می شوید. هویت به خودی خود کمک رسان می شود. شما این کار را انجام می دهید چون خودتان هستید و خود واقعی بودن احساس خوبی به شما می دهد. هرچه بیشتر عادتی به بخشی از زندگیتان تبدیل شود، کمتر به پاداش لحظه‌ای نیاز دارید. زیرا در نهایت هویت از عادت محافظت می کند. اما نمایان شدن هویت جدید زمان بر است. بنابراین زمانی که منتظر تحقق پاداش‌های کوتاه مدت هستید، امداد و تقویت لحظه‌ای به حفظ انگیزه در کوتاه مدت کمک می‌کند. به طور خلاصه، عادات برای به ادامه پیدا کردن مستلزم لذت بخش بودن هستند. کمی تقویت و امداد مانند صابونی برای بوی بسیار خوب یا خمیر دندانی که طعم نعنایی تراوت بخشی دارد یا دیدن $50 در حساب پس‌اندازتان می‌توانند لذت لحظه‌ای را برای عادتی که نیاز دارید مهیا کند. و مادامی که تغییر لذت بخش باشد، تغییر آسان می شود. خلاصه فصل. قانون 4 تغییر رفتار رضایت بخش کردن آن است. زمانی که تجربه ما رضایت بخش باشد، بیشتر مایل به تغییر رفتار هستیم. ذهن انسان به منظور اولویت بندی پاداش‌های لحظه‌ای در مقابل پاداش‌های تأخیری تکامل یافته است. قانون مهم تغییر رفتار، اگر کاری پاداش داشته باشد،
آن کار تکرار می شود. اگر کاری تنبیه داشته باشد، از آن کار خودداری می شود. برای نهادینه کردن عادت، نیازمند احساس موفقیت در لحظه هستید، حتی اگر به میزان کوچکی باشد. 3 قانون اول تغییر رفتار: آن را آشکار کنید، آن را جذاب کنید و آن را آسان کنید. اینها احتمال انجام عمل را بیشتر می کنند. قانون 4 تغییر رفتار، یعنی آن را رضایت بخش کنید، احتمال تکرار عمل را بیشتر می کند.